الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از برنامه زنده روحانی و تصحیح تلاوت قرآن عظیم الشان. الحمدلله که پروردگار متعال سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم و او را سپاسگزار هستیم که بعد از اینکه دشمنان اسلام با اینکه خواستند به هر حال شبکه وصال را از خانه های مسلمان ها و این منبر را از میان مسلمان ها بردارند، الله متعال دوباره توفیق داد و پروردگار سبحانه و تعالی کمک و یاری نمود که دوباره به حمد پروردگار و به شکرانه اینکه پروردگار متعال سبحانه و تعالی این نعمت را دوباره برای مسلمان ها و برای برادران و خواهران مسلمان ما برگرداند. الحمدلله. و خیلی زیباست که اولین برنامه زنده‌ای که در خدمت شما هستیم بعد از آن که به هر حال این مشکلات به وجود آمده بود، برنامه تعلیم قرآن هست. الحمدلله. و جای این است که همه برادران و خواهران مسلمان ما این نعمت را گرامی بدارند، چون واقعا امروز شبکه‌های توحیدی و شبکه‌هایی که پخش و نشر مسائل اسلامی را دارند واقعا نعمت بزرگی است و قدر این نعمت را باید همه من و شما بدانیم و لطف پروردگار سبحانه و تعالی بار دیگر شامل حال ما شد. در برنامه روحانی و تصحیح تلاوت قرآن عظیم الشان در خدمت شما هستیم و این برنامه چنانچه خودتان در جریان هستید برای اینکه ما بتوانیم درست قرآن عظیم الشان را تلاوت بکنیم و اگر در تلاوت ما اشکال وجود داره آن را تصحیح بکنیم و مشکلات تلاوتمان را برطرف بکنیم. و انسان مسلمان امکان ندارد جز این که باید با قرآن زندگی کند. خامخا بدون اینکه شخص بتواند شانه خالی بکند، برایش لازمه که با قرآن عظیم الشان زندگی بکند. یعنی اینکه قرآن کریم را یاد بگیرد، با قرآن باشد، ورد و ذکرش قرآن عظیم الشان باشد و قرآن در زندگی او مهمتر، قرآن در زندگی او وجود داشته باشد و با قرآن زندگی کند. و ما هم قرآن کریم را یاد میگیریم، قرآن کریم را به دیگران یاد میدهیم، با قرآن کریم شب و روز خود را سپری میکنیم و همچنین قرآن را در زندگی خود و در رفتار و کردار روزمره خود تطبیق خواهیم کرد ان شاء الله. با این امید درس را شروع میکنیم، اما قبل از اینکه درس را شروع بکنیم یک میان برنامه کوتاه با هم دیگر میبینیم و ان شاء الله از آیه 127 سوره مبارکه بقره با هم دیگر شروع خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پدر و مادرت دو در از درهای بهشت هستند، پس قبل از بسته شدن این دو در با نیکی به آنان فرصت را غنیمت بشمار. مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی و تصحیح تلاوت قرآن عظیم الشان. هر کدام از من و شما حتما قرآن کریم در دست حالا داریم
پیش روی من هم قرآن کریم هست و حتما شما هم آماده کردید در این چند دقیقه. با هم دیگر آیت 127 را انشاءالله شروع خواهیم کرد و بینندگان عزیز و گرامی که همینک میبینین اگر آماده نکردید حتما آماده کنید. از آیه 127 انشاءالله که با هم دیگر شروع میکنیم و با هم دیگر تلاوت میکنیم و اگر کدام اشکال باشد این اشکال برطرف بشه و کسانی که به هر حال با تلاوت قرآن عظیم الشأن مشکل دارن و نمیتوانند تلاوت بکنن انشاءالله که یاد بگیرند. به هر صورت بینندگان عزیز شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واو در اینجا میبینیم که زبر داره و خوانده میشه و انشاءالله که با این مورد بینندگان عزیز و گرامی که تا حال در برنامه‌های متعدد با ما همراه بودن انشاءالله که آشنا هستند. و اذ اینجا همزه اذ با ذال وصل میشه و ذال میبینیم که در اینجا ساکنه. و اذ یر یا با ری وصل میشه. چون چرا؟ به خاطر اینکه ری یا را در اینجا ساکن هست و یا با را وصل میشه. یر فعو فا در اینجا زبر داره، عین در اینجا ضمه داره یا پیش داره. خوانده میشه. کلمه را با هم بخوانیم. و اذ یرفعو را در اینجا پر خوانده میشه که انشاءالله باز در دروس تجوید به این مورد به صورت علمی اشاره خواهیم کرد. اب همزه در اینجا میبینیم کسره داره یا زیر داره، با وصل میشه. اب را هیمو ابراهیمو. اینجا القواعد میم را چنانچه در اینجا میبینید ضمه یا پیش داره و این الف یا در اینجا در واقع میشه گفت که کاربرد نداره و بناهن متصلا میم با لام که در اینجا هست لام ساکنه وصل میشه. این رقم خوانده میشه. ابراهیم میم با لام وصل میشه. ابراهیم قواعد اینجا قاف را میبینین زبر داره، واو هم زبر داره. قوا اینجا الف کاربرد داره. قواعد. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت اینجا نون میبینین زبر داره، با لام که ساکنه وصل میشه. من البیت یا در اینجا ساکنه با یا وصل با وصل میشه. من البیت. و اس در اینجا میبینین که همزه زیر داره و با سین وصل میشه. چرا؟ به خاطر که سین ساکنه. و اسماعیل اینجا عین با یا در واقع میشه گفت وصل میشه، یعنی و اسماعیل ربنا اینجا را با ب یا با وصل میشه و میبینید که در اینجا هم تشدید داره، مشدده. ربنا گویا که دو تا به شما تلفظ میکنین. ربنا. تقبل قاف در اینجا با وصل میشه. تقبل گویا در اینجا هم دو تا با هست. تقبل با در اینجا با لام وصل میشه. بل تقبل. اینجا
من، اینجا نون را میبینین مشدده و جایی که میم و نون مشدد باشه غنه میشه. من، اینجا این علامه ای که در اینجا میبینین اینجا خصیلی هست، یعنی اگر در واقع وصل بشه بهتره. اینجا این علامه ای که میبینین به این مد منفصل میگوین که انشاءالله بعداً به این مورد اشاره خواهیم کرد در درس‌های که مرتبط به تجوید میشه. بنابراین همین قدر بدانین که اینجا مد میکشین، یعنی صدا را طولانی میکنیم. من، اینجا انک همزه که در اینجا زیر داره با نون وصل میشه. انک قبلا گفتیم اگر نون یا میم مشدد باشه غنه میشه. انت اینجا نون ساکنه و بعد از نون ساکن تی آمده و تی از حروف اخفا. انشاءالله بعداً به این مورد باز اشاره بیشتر خواهد شد. فقط همین قدر بدانید که اینجا اخفا میشه. انت یعنی نون مخفی نگه میداریم. انت السمیع العلیم، اینجا تی با لام وصل میشه. تی با لام وصل میشه. تل ببخشین، تی با سین وصل میشه. چرا؟ چون سین از حروف شمسیه هست، لام و الف در اینجا کاربرد نداره. انتس تی مستقیما با سین وصل میشه. انت السمیع عین در اینجا با لام وصل میشه. السمیع العلیم. این آیه 127. آیه 128 ربنا، باز هم در اینجا با مشدده و را با با وصل میشه. ربنا وج واو در اینجا با جیم وصل میشه. وج عل اینجا عین با لام وصل میشه. وجعلنا در اینجا میم با سین وصل میشه. مسلمین لك و من اینجا هم نون میبینین که ساکن هست، بعد از نون ذال آمده و ذال از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و من ذر ذال با را وصل میشه. ذر و همچنان را در اینجا با یا وصل میشه. ریتینا ذریتینا. اینجا هم این علامه را که میبینین مثل علامه است که در منا در اینجا دیدید، همان علامه مد منفصل هست. اینجا هم همزه با میم وصل میشه. و همچنین غنه هم میشه. امتن در اینجا شما تنوین مشاهده میکنین، یعنی دو زبر، و بعد از تنوین در اینجا میبینین که میم آمده و میم از حروف ادغام هست، یعنی ای که این تنوین یعنی دو زبر با میم وصل میشه و این رقم خوانده میشه. امتم باز هم میم در اینجا با سین وصل میشه. مسلمتن خوانده میشه. امتن مسلمتن. باز در اینجا میبینین تنوین هست و بعد از تنوین باز لام آمده و وقتی که بعد از تنوین لام بیایه این تنوین با لام وصل میشه به این رقم. مسلمتل امتا مسلمتا لک.
وقتی ساکن بکنید. لک 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 و ارینا ارینا ارینا، اینجا امزه، اینجا را و اینجا هم نا. ارینا مناسکنا 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 و تب و تب و تب، اینجا تا با وصل میشه و تب و تب، و چون که با ساکن هست قلقله هم میشه، یعنی یک اندکی آن را تکان میدین. و تب علینا علینا، و با این علامات آشنا هستی سیلی هم، و با همچنین با این علامه که گفتین علامه مد منفصل هست. انک انک انک، همزه با اینجا با نون وصل میشه، انک خوانده میشه. انت انت، همون قاعده‌ای که در این انت بود در این انت هم وجود داره. انت انت التواب الرحیم التواب الرحیم التواب الرحیم، اینجا تا با واو وصل میشه، چنانچه که تا با تا در اینجا وصل میشه، یعنی این الف این لام اینها کاربرد نداره. انت التواب الرحیم، اینجا با را همچنین وصل میشه. الرحیم. این آیه 128. میرین به آیه 129. در اینجا هم ربنا هست، مثل که در اینجا ربنا بود. ربنا ربنا، را با وصل میشه. ربنا وب واو با در اینجا وصل میشه. وب عث عین در اینجا با ثا وصل میشه. وبعث ربنا وبعث فیهم در اینجا ها با میم وصل میشه. فیهم رسول، وقتی که یعنی ما خواسته باشیم وقف بکنیم رسولا میخوانیم، وقتی که خواسته باشیم وصل بکنیم میخوانیم رسولم، و اگر خواسته باشیم جدا بخوانیم میخوانیم رسولن. چون اینجا بعد از تنوین میبینیم که در اینجا میم آمده و از حروف ادغام هست و اینها با هم ادغام میشه، یعنی داخل میشه و وصل میشه. رسولم منهم نون ظاهر میکنیم چرا که در اینجا اظهار میشه. منهم بعد از میم، این میم میبینیم زبر داره، اینجا نون ساکنه و این با این وصل میشه، یعنی میم با نون وصل میشه. منهم لو یا با تا وصل میشه. لو علیهم لام با یا وصل میشه. علیهم ها با میم. آیاتیک و یعلی اینجا عین با لام وصل میشه. و یعلمهم و در اینجا میبینیم که میم پیش داره با لام وصل میشه، بنابراین دو کلمه با هم خوانده میشه. و یعلمهم کتاب واو در اینجا با لام وصل میشه. حک اینجا ها با کاف وصل میشه. والحکمت و یوزک اینجا
چنانچه میبینین زا با کاف وصل میشه و شما مشاهده میکنین در اینجا. و یزکیهم و یزکیهم کیهم. اینجا سیلی هم میدانید که یعنی وصل بکنین بهتره. انک در این درس بسیار تکرار شد. انت اینجا تا با لام وصل میشه. انت العزیز چون در اینجا هم زا با لام وصل میشه. انت العزیز الحکیم العزیز الحکیم ذل حکیم. انک انت العزیز الحکیم. میرویم به سراغ آیت 30. و می به خاطر این می میگین که من نمیگیم می میگین. به خاطر چی؟ به خاطر این که در اینجا نون ساکنه و بعد از نون یا آمده و یا از حروف ادغام هست. هرگاهی که بعد از نون ساکن یا بیایه نون با یا ادغام میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا این نون گویا نیه. اصلا تصور بکنین که اصلا نونی وجود نداره. مستقیما میم با یا وصل میشه، به این شکل خوانده میشه. و می را با یا در اینجا وصل میشه. غاب و می یرغب عن اینجا چون نون ساکن هست و بعد از آن هم چنانچه بیان کردیم در این درس میم آمده و میم از حروف ادغام هست. عم عین متصلا مستقیما با میم وصل میکنین. مل اینجا میم با لام وصل میشه. ملت عم ملت ابراهیم الا اینجا هم همزه با لام وصل میشه. الا من اینجا بعد از نون این نون ساکنه، بعد از آن سین آمده و سین از حروف اخفا هست، خوانده میشه من سفیه نف نون با فا وصل میشه. نفسه و این جیمه که شما در اینجا میبینین، این جیمی که در اینجا هست علامت وقف جائزه. یعنی اگر وقف کنید بهتره، اگر وصل هم کردین جائزه، اگر وقف کردین جائزه در اینجا. یعنی اگر وقف کردین جائزه. نفسه ولقد اگر اینجا ما وقف کنیم ولی وقف نمی کنیم، یعنی دالر مستقیما با صاد اینجا وصل میکنیم، میخوانین ولقدس دس با صاد وصل میشه. ولقد اصطفیناه فا با یا وصل میشه. ولقد اصطفیناه فی الدنیا فا در اینجا با دال وصل میشه. فی الدنیا دون با دال با نون که در اینجا هست وصل میشه. فی دنیا و انه فی باز هم فا در اینجا با لام وصل میشه. فی الاخرات لمی نس نون در اینجا با صاد وصل میشه. این الف و لامی که در اینجا میبینید اینها کاربرد نداره. می نس صالحین میخوانین و انه فی الاخرة لمن الصالحین
لمن الصالحین. آیت 131 هم میخوانین با هم دیگر. اذ اینجا همزه با ذال وصل میشه. اذ قال له ربه، را با ب یا با با وصل میشه. ربه اس همزه با سین وصل میشه. لام با میم. اسلم. قال اسلمت. الف با همزه با سین، لام با میم. اسلمت اینها با هم وصل میشه. اسلمت لرب العالمین. لرب را با با وصل میشه و با در اینجا با لام وصل میشه. لرب بالعالمین. میرویم به سراغ آیت 132 همین سوره، یعنی سوره مبارکه بقره. وصا اینجا واو با صاد وصل میشه. وصا بها با این علامه آشنا هستید. این علامه مد منفصل است چنانچه بیان کردین. ابراهیم بنیه و یعقوب یا با عین وصل میشه. و یعقوب یا بنی اینجا نونه که میبینین در اینجا با یا وصل میشه. یا بنی ان الله همزه با نون با لام. ان الله و های الله در اینجا با صاد وصل میشه. ان الله هس طفا ان الله اصطفى لکم اینجا اگر تنها بخوانین، ولی وقتی وصل بکنین میم چون در اینجا میبینیم پیش داره، میم با دال وصل میشه. این الف لام در اینجا در واقع کاربرد نداره. لکم الدین لکم الدین فلا تموتن اینجا ما وقتی اینجا تا را میبینین با این نون وصل میشه. تن فلا تموتن الا و انتم اینجا هم الف با نون که نون در اینجا در واقع اخفا هم میشه، یعنی میپوشین. و انتم اینجا تا هم با میم وصل میشه. و انتم اینجا هم قواعد دیگه وجود داره که انشاءالله در دروس تجوید به آن اشاره خواهد شد به صورت تفصیل. مس بعد از میم که پیش داره میبینین که اینجا سین هست و سین ساکنه، این با هم دیگر وصل میشه. مسلمون و انتم مسلمون. آیت 133 این سوره مبارکه را با هم دیگر میخوانیم. ام همزه با میم وصل میشه. کنتم اینجا چون نون ساکنه بعد از نون تی آمده اخفا میشه، چنانچه در انتم اخفا میشد. کنتم اینجا هم مثل انتم تا در اینجا با میم وصل میشه. ام کنتم شهداء اذ اینجا همزه با ذال وصل میشه. اذ حضره اذ حضره یعقوب
اینجا با این لام، با این لامی که در اینجا میبینید وصل میشه. یعقوبل یعقوبل یعقوب الموت یعقوب الموت یعقوب الموت. اذ باز هم اذ در این درس بسیار تکرار شد. اذ همزه با زال فصل میشه. قال لبنیه لبنیه ما تعبدون تا در اینجا با عین وصل میشه. ما تعبدون من بعدی، اینجا بعد از نون ساکن که میبینین با آمده و بعد از نون ساکن که با بیایه در اینجا اقلاب صورت میگیره که انشاءالله بعداً با آن اشاره خواهد شد. من بعدی اینجا با عین وصل میشه. من بعدی اینجا هم سری رو که هم میدانید که یعنی وصل اگر در اینجا وصل بشه بهتره، یعنی وصل اولا هست. قالو نعبد اینجا نون با عین وصل میشه. الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل، چون اسماعیل هم تکرار شد. و اسماعیل همزه با سین وصل میشه. اسماعیل و این هم مثل اسماعیل هست، همزه با سین وصل میشه. و اسحاق اله در صورتی که ما در اینجا وقف کنیم، یعنی کلمه را جدا بخوانیم. الهن خوانده میشه، اله هم خوانده میشه. و همچنین ما در اله خوانده میشه. الهن در اینجا در صورتی که ما خواسته باشیم آن را وصل بکنیم خوانده میشه. و اسحاق اله اینجا اگر در صورتی که ما اینجا را وقف کنیم. اما در صورتی که خواسته باشیم وصل بکنیم باید این تنوینی که در اینجا میبینید یعنی دو زبر را با واو در اینجا وصل بکنین و این به آن ادغام میگن، چنانچه قبلا هم به آن اشاره کوتاه شد در آیات دیگر. بنان خوانده میشه الهو 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 هو الهو واحدا. اینجا هم مثل همان است، یعنی که ادغام صورت میگیره در صورتی که این تنوین را ما میبینیم. تنوین یعنی دو زبر. این دو زبر را میبینیم که بعد از این دو زبر واو آمده و واو از حروف در واقع ادغام هست. واحدو و نح نون در اینجا با ها وصل میشه. و نحن له مسلمون. این هم از آیت 133 سوره مبارکه بقره. آیت 134 را میخوانیم با هم دیگر. تلک این تا با لام وصل میشه. تلک خوانده میشه تلک. امتون این همزه با میم وصل میشه. امتون اینجا تنوین بعد از تنوین قاف آمده، در اینجا اخفا میشه، چرا قاف از حروف اخفا هست. امتون قد چون این دال در اینجا ساکن هست و از حروف قلقله حساب میشه، قلقله میشه یعنی تکان میدین. قد خالت اینجا لام با تا وصل میشه
و این سیلی را هم میدانید دیگه، یعنی این که وصل کردن در اینجا اولا هست، بهتره که وصل بکنین، یعنی استاد نشین در اینجا، وقف نکنین. لها 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 ما کسبت کسبت کسبت، اینجا با تا وصل میشه، کسبت. و لکم لکم لکم، اینجا کاف با میم وصل میشه، لکم ما کسب 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 تم کسبتم کسبتم، اینجا سین با و ت با میم و تا با میم، کسبتم. و لا تسألون، تا با سین وصل میشه، تسألون تسألون، ولا تسألون عما عین با میم وصل میشه و غنه هم در اینجا میشه، یعنی صدا از خیشوم یا از بینی خارج میکنین. عما کانو یعملون یا با عین وصل میشه، میخوانیم یعملون. از اول آیه 134 تلک امة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. این از درس امروز که با هم دیگر تکرار کردیم و بینندگان عزیز و گرامی با هم دیگر این آیات را شنیدین، از آیه 127 تا اخیر آیه 134 سوره مبارکه بقره. حالا از اتاق فرمان از احمد جان عزیز میخوام که آیاتی که این آیات را که آمده نمودند برای اینکه پخش بشه و بینندگان عزیز یک بار دیگر هم از جناب قاریس بشنوند و با هم دیگر این آیات را میشنویم و بعداً ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و تماس‌های شما عزیزان را خواهیم شنید و همین آیات را از زبان شما خواهیم شنید و اگر اشتباهی بود آن اشتباه را اصلاح خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. با هم دیگر این آیات را میشنویم و بعداً در خدمت شما خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. چنگ زدن به دین و ریسمان الهی پیروزی دنیا و آخرت را به همراه دارد. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. بینندگان عزیز و گرامی، آیات از آیه 127 سوره مبارکه بقره تا 134
سوره مبارکه بقره به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد و با همدیگر این آیات را تکرار کردیم. از این به بعد بینندگان عزیز و گرامی می توانند با شماره‌ای که زیرنویس شده با این شماره با ما در تماس بشن و این آیاتی که تلاوت شد این آیات را تلاوت بکنن و یا هم اگر کدام پیشنهادی یا انتقاد نسبت به برنامه داشتن انشاءالله که بیان بکنن. خب از اولین تماس را میگیرین، اولین تماس را میشنوین که ببینین کدام بیننده هستن پشت خط. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدیم و آیات را اگر تلاوت میکنین بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی. بله سلام علیکم. رویدا هستم از آلمان. بله بفرمایید خواهر گرامی از آلمان بفرمایید. خوش آمدید به برنامه. 127 بخونم. بله از آیه 127 سوره مبارکه بقره بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاكم الله صدق خیر. الله العظیم. جزاكم الله خیر. میشه تشکر. برادرمون بخونه؟ بسیار میشه خوب. برادرمون بخونه؟ بله بله، مشکلی نیست. باشه بخوانم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. جزاكم الله خیر. بسیار زیبا بود. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی بفرمایید. بلال هستم از آلمان. بفرمایید آقای بلال. از ادامه بخونم یا پس از آیه 127؟ اگر از آیه 127 تا و من یرغب عن ملتی بخوانین فکر کنم بهتر باشه تا که بیننده های عزیز دیگر هم باز ادامه شما رو بخوانند. از کدام آیه 127؟ از و اذ یرفع ابراهیم القواعد شروع بکنین تا و من یرغب بخوانین. درست است. جزاکم الله خیر. بفرمایید. درست است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. آقا بلال عزیز، در آلمان شبکه وصال به صورت درست میگیره؟ یعنی کدام مشکلی که نیست، پارازیت که پخش نمیشه؟ نه خیلی کدام پرابلم نبود. یک چند وقت گم شده بود، حال پس پیدا شد. یعنی کاملا صحیح، کاملا شفاف و صحیح. شما صدا رو هم دارین، تصویر هم دارین؟ بله. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. خب تماس دیگر را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من ابراهیم هستم از تاجیکستان. بفرمایید آقای ابراهیم عزیز. من میخواستم درس امروزه را خوانم. بفرمایید. از ادامه آیه اگر بخوانین بهتر از ادامه‌ای که آقا بلال عزیز خواندن. از آیه 130. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما آقای ابراهیم عزیز. میشه بگین سن شما چند است؟ چند عمر دارین؟ 11. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود. الله متعال با عمر شما برکت بده.
استاد اسمای خواهی داشتیم که بفرمایید. سلام ما رو با آقای سلیمانی میرسونده. چشم، حتما انشاءالله انشاءالله. جزاکم الله خیر. آقای ابراهیم عزیز متوجه نشدم. خواهر شما هم بسیار خوب، بخوانند. بفرمایید، بدین دستشان که بخوانند. آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. من سفینه هستم. بفرمایید خواهر گرامی. استاد محترم شما خوبه؟ جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. الحمدلله. من نخواستم از دوام برادرم خونم. بفرمایید میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تلاوت شما و برادر شما هر دو واقعا زیبا بود. بارک الله فیکم. سلامت باشید. سلامت باشین. فی امان الله. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. خب بیننده دیگری را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. استاد اجازه است که سوره نص را قرائت کنم؟ سوره مبارکه یونس از کدام آیتش میخواین شروع بکنید؟ سوره نص. بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. زیبا بود. تشکر از شما. استاد از شما یک سوال داشته. بفرمایید. همون استادی که در برنامه باور راستین در ماه شریف رمضان بود، برای چی در دیگر برنامه ها برآمد نمیکنه؟ منظور شما این است که چرا در دیگر برنامه ها برنامه ندارن؟ بله. بسیار خوب. بسیار خوب. تشکر از شما. تشکر زیاد استاد. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. خب تماس دیگر را میشنویم. بله مولا. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ من از سعودی عرب. بله بفرمایید. بیننده گرامی هستین؟ بله. میشنوین صدا ما؟ گویایی که بیننده عزیز میشنوین صدا ما؟ بله. بفرمایید، صدا شما رو میشنویم. بفرمایید تلاوت کنید. سوره بقره. بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلما لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یک لحظه بیننده گرامی یک لحظه اینجا و من ذریتنا اگر دوباره یک بار تکرار بکنین. و من ذریتنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسلا منهم يتلو عليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم یک بار دیگه تکرار بکنین ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا يا بني دوباره تکرار بکنین يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه وما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جزاک الله خیر. خیلی زیبا بود. تشکر از شما. تشکر. خیلی زیبا. من میخوام بخونم. بسیار خوب. از کجا؟ بفرمایید. السلام علیکم. بفرمایید. یاسمین هستم. بفرمایید یاسمین جان. بفرمایید. کجا رو میخواین بخوانین؟ الله کجا رو میخواین تلاوت کنین؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. تماسشون قطع شد. ماشاءالله بسیار زیبا بود و من از خانواده یاسمین جان میخوام از پدر و مادرش که حتما برایش جایزه بدن از طرف شبکه وصال. اونها نماینده ما باشن، به هر حال یک جایزه بدن. ماشاءالله خیلی زیبا بود. با این صدایش معلوم میشد که خیلی سنش کمه، ولی ماشاءالله آیت الکرسی بسیار خوب تلاوت کرد و تشکر میکنیم از ایشان و از خانواده ایشان. تماس دیگر رو میگیرین؟ بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم. شیبه هستم از افغانستان. بفرمایید خواهر گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. دوباره تکرار بکنین. عن ملت ابراهیم. عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلی العظیم. تشکر. خواهر کوچکم همراهتان کرد. بسیار خوب. خواهر گرامی، در افغانستان شبکه وصال که شما میبینین به صورت خوب میبینین، یعنی کدام مشکلی که نداره از نظر صوت و از نظر تصویر؟ یک ماه شد شبکه وصال حق نبود تا جور شده. نه همین چند روز جور شد. بسیار خوب. الحمدلله. همین چند روز هم بند بود. الحمدلله. بدین دست خواهر کوچک خود که بخوانه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. افغانستان. ماشاءالله. نام شما؟ صافی از افغانستان. بسیار خوب. بفرمایید تلاوت بکنین. کجا رو میخواین بخوانین؟ فاتحه. سوره فاتحه. بسیار خوب. میشنویم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین جزاک الله خیر. خیلی زیبا بود. تشکر از شما. میخوام پدر کتت جواب دیم. چیکار بکنین؟ بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. خوب هستید؟ سلامت باشین. جزاکم الله خیر. شما پدر بزرگوار این بله. بسیار خوب. بفرمایید. پدرشان هستیم. ما همیشه وقت این چهار شبکه که ما همیشه وقت را تقدیم میکنیم. رسال حق و توحید و کلمه و نوری را ما همیشه وقت تقدیم میکنیم. بسیار ما الحمدلله همشان به چیز هستند، متوجه درس و تعلیم هستند. ماشاءالله بسیار خوبه. یک نوازک خوردم است، یک کنیم سال است، یک هم حرفا را برد میگویم. البته این به گردن شما میفته. ما یعنی از طرف وصال، شما چون بیننده وصال هستید و دوستان وصال هستید، باید به این دو طفل شما جایزه بدین از طرف ما. بچه شما چرا نه؟ بسیار خوب. حتما انشاءالله حتما شما باید بعد از برنامه یا همین الان برای اونها جایزه بدین. چشم. جزاکم الله خیر. چه بنده؟ الله پاک چی تو؟ آسمان که تو تا الله پاک. نه تا. السلام علیکم. علیکم السلام. جزاكم الله خير. یک طفلک خورتره که کنیم ساله است، اینو
بنده کیستی و ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال به عمر اونها برکت بده و برای شما توفیق بیشتر بده و برای همه مسلمان ها آمین. که همچون اطفال تربیت میکنن. یک ما میشه که سال حق چیز بند شده بودیم میفهمیم چرا بازی رو بخشیده شد. بسیار خوب. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خیلی خوش هستیم. تشکر از شما. شبکه‌ای هستن که واقعا شبکه‌ای هستن که ذهن مسلمانان را روشن می‌سازه و از خرافات و از حرفایی که در وطن ما رواج است از اینا الحمدلله خیلی جلوگیری میشه و ما خیلی خوش هستیم. الحمدلله. تشکر از شما. ما و از استاد محمد انصاری صاحب خداوند نورم در حفظ خود داشته باشه. آمین. مولانا صاحب آمین. فضل حق سلیمانی خودتان خداوند در حفظ خود نگاه داشته باشه. آمین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از شما که با ما هم صدا هستید. تشکر. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. از کجا در تماس شدین؟ من صالح هستم از تاجیکستان در تماس شدم با شما. بفرمایید خواهر گرامی. میخواین که همین آیات رو تلاوت بکنین یا کدام جای دیگری؟ همین آیات را از آیت چندم استاد؟ بسیار خوب. از اول صفحه تا اخیر آیه 130 بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. بارک الله فیک. تشکر خوب بود. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. خب الله متعال سبحانه و تعالی به عمر و به علم همه من و شما برکت بده و تماس دیگری رو میشنویم با هم دیگر. بله سلام علیکم. بیننده عزیز بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ ما از تاجیکستان تماس میگیریم. بفرمایید برادر گرامی از تاجیکستان. بفرمایید. ما از کدام آیه شروع بکنیم؟ اسم من محی الدین از تاجیکستان. شما از آیه 131 شروع بکنید. با اون تفسیر بیاد. بسیار خوب. از آیه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آیه تفسیر برای من اومده است. تصویر برای ما بیاد شروع میکنیم. بله بسیار خوب. منتظر باشین حالا تصویر شاید برای شما واضح بشه. ان شاء الله واضح میشه. خوب است. از برنامه شما خیلی تشکریم با که خیلی مردم تاجیک بیدار کرده شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. حالا سفر میبینین شما؟ بله بله اون باشید. بفرمایید. و اذ قال له بأنس. بله بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما و از تلاوت زیبای شما. تشکر. این برنامه ما تاجیکستان ما دوام دارد در روز چهارشنبه. روز یکشنبه ان شاء الله. روز یکشنبه ساعت چند است؟ ساعت ان شاء الله که ساعتش اعلان میشه برادر گرامی. بیننده باشید. ان شاء الله اعلان میشه بیننده باشید. برنامه شما متشکرم. همین روز ما مثال حق باز کردیم در تاجیکستان خوب است. الحمدلله الحمدلله. که دوباره بسته نشود. نه ان شاء الله که اگر خداوند متعال با ما خواهد بود و ان شاء الله هست. ان شاء الله. خیلی مبارک. خیلی ممنون. بسیار با این شبکه چیزی دیگه ما تبریک میگیم به این شبکه. جزاکم الله خیر. خدا حافظ. الحمدلله. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ جناب فاتح این برنامه های وصال هست. بله بفرمایید. شروعش پخش زنده شه میگم. بله بله پخش زنده است بیننده گرامی. همینک صدای شما پخش میشه. از امشب شروع میشه. از امشب از همین الان شروع شده. خواستم اینو بپرسم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خدا سلامت باشین. خب بیننده دیگر رو میشنوین. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام بفرمایید. از کجا در تماس شدین و نام شما؟ از چاختوس تماس میگیرم. بله بفرمایید. راد شفیعم. بله. خب میخوام سوره قریش رو بخونم. ماشاءالله بفرمایید. لیلا فقرش ایلافهم رحل بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا فقرش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف ولیعبد رب الشتاء والصيف. بله. ببخشید میشه یه سوره دیگه بخونم؟ مشکلی نیست بخوانید. خب میخوام سوره ماعون رو بخونم. سوره فاتحه رو بخوانید. خب میخوام بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوره دیگه دارم میخونم. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون جزاك الله خیر. تشکر از شما. تشکر از مشارکت شما. تشکر. خدا نگهدار. سلامت باشین. خب تشکر از شما. الله متعال به عمر شما برکت بده ان شاء الله. بیننده دیگر رو میشنوین. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام بیننده گرامی. اگر صدای تلویزیون رو ببندین بسیار خوب میشه. اخی من از تاجیکستان هستم زنگ میزنم. بله بفرمایید برادر گرامی. بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام. بفرمایید بیننده گرامی، صدا شما رو میشنوین. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی، از طریق تلویزیون صدا ما رو نشنوین چون من با تأخیر به شما میرسه. خب اگر بیننده دیگری را با هم دیگر بشنوین. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده عزیز، از کجا در تماس شدین و نام شما؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. وصال حق. بله وصال حق، بفرمایید. ان شاء الله ما خواستیم که آیت بخونیم. بفرمایید. از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ از جمهوری تاجیکستان. بله از کجای قرآن کریم میخواین تلاوت بکنین؟ از سوره فاتحه ان شاء الله. سوره فاتحه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. اگر کدام حرف دیگری داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. خب تماس دیگر رو میشنویم با هم دیگر. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ من زنگ میزنم از تاجیکستان. بله بفرمایید. من اکرام میکنم که از سوره سلام میکنم از آیت 24. از کدام سوره؟ از سوره بقره. بفرمایید. بفرمایید میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العلي العظيم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. فقط چند نکته متوجه باشین. اولا و ارینا این اصلاح بشه انشاءالله و همچنین عن ملت این دو مورد متوجه باشین. دیگه به صورت عموم تلاوت شما ماشاءالله زیبا بود، ولی کوشش بکنین که کلمات جدا جدا تلاوت نکنین، یعنی کلمات رو با هم پیوسته تلاوت بکنین. بعضی کلمات از پیش شما جدا جدا تلاوت میشد که اندکی در لهجه شما هم یعنی خرابی به وجود می آورد و در تلاوت هم مشکل به وجود میاره برای شما.
کلمات مترادف با هم پیوست تلاوت بکنین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب آخرین تماس را با هم دیگر میشنوین اگرچه وقت هم بسیار کم است. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ از ایران تماس میگیرم واسهتون. برنامه‌تون خیلی خوشبخت شدم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. الو سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. برادر این برنامه‌تون ساعتش مشخص کنید. ما بچه‌مون قرآن الحمدلله بلد واردن ولی به صورت وارد نیستن. اگر برنامه‌تون ساعتش مشخص بکنید تا ما بتونیم بچه‌ها رو با کمک شما قرآن خوندن بلد کنیم. بسیار خوب. ما خودتون متأسفانه توی تلویزیون الان می‌بینید صدای تلویزیون و اصلا صدایتون یک دنیا از ممنون است. بسیار خوب. تشکر از شما برادر گرامی. بعد از برنامه بیننده باشین. ان اوقات پخش در اونجا پخش میشه. شما همون اوقات بگیرین ان که متوجه باشین در همون اوقات این برنامه پخش خواهد شد. دست شما درد نکنه. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. خب بینندگان عزیز و گرامی دیگه نمیتونین از این بیشتر تماس بگیرین اگرچه بینندگان عزیز هنوز هم پشت خط هستن و افرادی هستن که دوست دارن برنامه را به هر حال در برنامه مشارکت داشته باشن و صدای گرمشون را داشته باشن، ولی متاسفیم و باز هم متاسفیم. اما کسانی که به اونها جایزه تعیین کردین از طرف خانواده ها اگر جایزه ندن واقعا دیگه یعنی فکر نمیکنن خب ندن، خب به هر حال حالا هر چی شده باید از طرف ما به اونها چیزی اهدا بکنن. حالا خب ما به هر حال از شما دوریم، اگر نه نزدیک می بودین حتما چیزی میدادین. به هر صورت جزاکم الله خیر. الله متعال به همه برکت بده و از تمام افرادی که در برنامه با ما مشارکت کردن و بیننده برنامه بودن تشکری میکنم. الله سبحانه و تعالی برای همه من و شما توفیق بده که همیشه با قرآن باشیم و هیچ لحظه ای از قرآن جدا نباشیم، چون جدایی ما از قرآن به معنای بدبختی ما در دنیا و آخرت است و این که ما همیشه با قرآن باشیم ان شاء الله که خوشبختی ما در دنیا و آخرت را رقم خواهد زد. و پدران و مادران عزیز، والدین گرامی، مواظب باشید که فرزندان خود را یکی از مسئولیت هایی که فرزندان شما بر گردن شما دارند این است که به اونها قرآن یاد بدهید. اگر از این مسئولیت شانه خالی کنید باید در روز قیامت در پیشگاه الله متعال جواب بدید. این را خوب متوجه باشید. و تشکری میکنم از آقا احمد عزیز کارگردان گرامیم و تمام برادرانی که در اتاق کنترل با ما همکار بودند. امیدوارم که الله متعال این خدمت اونها را و این زحمات ایشان را در پله حسناتشان حساب بکنه و الله متعال برای ما اخلاص در عمل عنایت بکنه و پروردگار متعال به ما توفیق بده که آیات قرآن کریم را و قرآن را در تمام دنیا برسانیم، آن را یاد بگیریم، برای دیگران تعلیم بدیم و همچنان از همه مهمترین که به آن عمل بکنیم. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد.